با مفهوم اعداد ترتیبی در زبان آلمانی چقدر آشنا هستی؟ سلام، سامیر ماپی هستم و تو این ویدیو قصدم راجع به مبحث اعداد ترتیبی و نحوه استفادهشون در تاریخ‌ها توضیح بدم. خب بریم سراغ بحث اعداد ترتیبی در زبان آلمانی. توی این PDF شما هم معادل آلمانی اعداد رو خواهید داشت و هم معادل انگلیسیشون رو، برای اینکه با معنیشون راحت‌تر بتونید ارتباط برقرار بکنید. از اولی شروع میکنیم. خب اول به زبان آلمانی میشه ارست. حالا اینجا اومده و در واقع صرف شده ارستا، دوم zweiتا، dritta، vierta، fünfta. دقت کنید 6 طبق همون قاعده‌ای که توی ویدیوی قبل توضیح دادیم شده sechsta به خاطر 3 ها اس ترکیبی که همچنین در ویدیو حروف الفبا بهش اشاره کردیم. هفتم میشه siebta، achter، neunter، zehnter، elfter، zwölfter، dreizehnter، vierzehnter، fünfzehnter، sechzehnter. میبینید اینجا اون اتفاق افتاده، بدون اس اومده، در نتیجه تلفظش با زکس فرق میکنه که میشه sechzehnter، siebzehnter، achtzehnter، neunzehnter و 20. خب حالا چند تا نکته هست که باید به دیکتهشون توجه داشته باشید، چون اندکی با اعداد عادی فرق میکنه. یکیش خب فرق اول و یک هست که تو فارسی هم متفاوته، توی آلمانی و انگلیسی هم متفاوته. ما اینجا ارستا داریم، اینستا نداریم، دریتا داریم به جای دقای، و مثلا برای عدد 7 ما زیبن رو داشتیم که اینجا شده زیبتا، انش پریده. پس این استثناءات رو هم توجه داشته باشید. اما مسئله مهم نحوه استفاده از این در حقیقت اعداد در تاریخ. یکی از پرکاربردترین جاها برای اعداد ترتیبی بحث تاریخ هست که من در واقع اینجا فرم رو از قبل آماده کردم که بهتون توضیح بدم. اعداد ترتیبی تو بحث تاریخ به 2 دسته تقسیم میشه، از 1 تا 19 و از 20 به بعد، که حالا میگیم مثلا 20 تا 31 در بحث روزهای ماه. خب همین 1 تا 19 باز به 2 دسته تقسیم میشه، با پرپوزیسیون ها و بدون پرپوزیسیون ها. اگر شما بخواین از روزهای هفته، من از این قسمت استفاده میکنم، از روزهای هفته اگر شما بخواین از تاریخ ها استفاده بکنید همراه با پرپوزیسیون، نکته‌ای که وجود داره اینه که عددتون رو استفاده میکنید طبق چیزی که در صفحه قبل دیدیم به اضافه TN میکنیدش. یعنی که TN به عدد شما اضافه شه تو بازه 1 تا 19 عدد شما ترتیبی خواهد بود و در تاریخ میشه ازش استفاده کرد. مثلا در 2 مای مثالی که اینجا نوشته شده بخوایم بخونیمش میخونیم am 2. مای. میبینید 2 برای عدد 2 بود، حالا یه TN هم بهش اضافه شده و شده am 2. مای. در 13 فوریه am 13. فوریه. در 15 آگوست am 15. آگوست. به این صورت. حالا خود آم چیه؟ در حقیقت آم تشکیل شده از آن به اضافه دم. دم چیه؟ در واقع دم برمیگرده به آرتیکل ماها. شما میدونید که ماها در زبان آلمانی همگی ماسکولینن و اینها در حالت داتیو به دم تبدیل میشن که در ویدیوی داتیو راجبش مفصل صحبت کردیم. در نتیجه آن دم به صورت عام استفاده شده. پس اون چیزی که شما تحت عنوان آرتیکل دارین در پشت اعداد میبینید به خاطر ماه هاست که داره استفاده میشه، وگرنه اعداد جنسیت ندارن. خب بریم حالا همین اعداد رو در شکلی که بدون پرپوزیسیون هستن ببینیم. ام دیگه اینجا وجود نداره. حالا بریم سراغ اعداد در حالتی که بدون پرپوزیسیون دارن استفاده میشن. مثلا 2 مای میخوایم این رو بگیم. چطور می نویسیم؟ یه دونه در اضافه می کنید اول
و بعدش عددتون رو یادداشت میکنید با ته، یعنی میشه am zweite Mai. به این صورت که این داره دقیقاً به خاطر مای اومده، همونطور که ما تو بالا به آرتیکل نیاز داشتیم اینجا هم نیاز داریم، فقط چون اینجا دیگه اون پرپوزیشن نمیاد در مستقلاً در ابتدای ترکیب عدد ترتیبی ما و ماه قرار میگیره و این در رو باید بگین. میبینید هیچ دری در واقع اینجا نوشته نشده، ولی وقتی از روی متن میخونید و میخواین به یک تاریخ اشاره کنید که این شکلی نوشته شده، حتما باید در رو اضافه کنید وگرنه متن خوانیتون ایراد داره. دقت بکنید. 13 فوریه در 13 فوریه، یا مثلا 15 آگوست، چون ترتیبی هست این نقطه رو براش میذارم، در 15 آگوست. به این صورت پس در رو اضافه میکنیم وقتی که داریم میخونیمش و بهش اشاره میکنیم به صورت کلامی. و در نوشتار اعداد هم همونطور که میبینید اعداد رو به هم چسبیده و با حروف کوچیک یادداشت میکنیم. اینا رو از ویدئوی بحث اعداد طبیعتاً خاطرتون هست. خب از 20 به بالا به چه صورت؟ همون منطق قبلیه، فقط یه دونه اس به همه چی اضافه میشه. یعنی در حالت 3 میشه am ein und 20 März. میبینید یه دونه اس بهش اضافه شد. یا مثال بعدی am 5 und 20. April. و در حالتی که طبیعتاً آرتیکل استفاده نشه دوباره اون دره پیدا میشه که میگیم der ein und 20. März. یا مثلا می نویسیم der 5 und 20. April. و به این صورت اعداد رو از عدد 1 تا عدد 31 با این منطق در تقویم میتونید استفاده بکنید. در نهایت میرسیم به بحث سال در زبان آلمانی. از سال 1 تا 1999 رو با یک منطق آلمانیا در واقع میخونن، 2000 به بالا رو با یک منطق متفاوت. خب ببینید مثلا سال به عنوان مثال 1905، خب آلمانیا میگن که این یه 1900 که 1900 در واقع هست 19 ضرب در 100. 19 ضرب در 100 میشه 1900 و یه 5 که میشه 1905. یعنی میگن 1905 که میشه 1905. مثلا 1370 میشه 1370. یا 1965 میشه 1965 به این صورت. یا 1403 میشه 1403 و به این صورت. اما 2000 به بالا دیگه راحت میگن 2000، یعنی مثلا خود سال 2000 میشه 2000. یا 2009 میشه 2009.
2009 یا 2024 میشه 2024 به این صورت. پس با مفهوم اعداد ترتیبی آشنا شدیم، نحوه استفادهشون در تاریخ رو دیدیم، توالی اعداد رو و در نهایت هم بحث سالها در دو دسته‌ای که وجود داره. حالا من میخوام یک مثالی بنویسم که روز و ماه و سال و همه رو هم داشته باشه که ببینید چطور باید کاملش رو بخونید. مثلا اگر تاریخ من باشه 3/4/1960 یه همچین تاریخی، یه آمم پشتش میذارم که بخوام حالت کاملش رو بخونم. به این صورت میشه آم دریتن فیرتن نوینسن 160 به این صورت. یا مثلا اگر بخوایم بنویسیم یه همچین چیزی، این دفعه به جای ماه دیدید عدد ماه هم مثل عدد روز با همون منطق میخونید. مثلا یک کلمه داشته باشی مثل زبطان به این صورت 2020 میشه 25. September 2020. این هم میشه دیگه استفاده کامل در واقع روز و ماه و سال در یک متن. پس از این بعد شما بلدین که اگه وقتی به یک تاریخ میرسید توی یک متن، میخواین از روی متنی بخونید یا میخواین به کسی تاریخی رو اعلام کنید، اون رو به شکل کاملا درست و حرفه‌ای بیان کنید. پس با مفهوم اعداد ترتیبی به خوبی آشنا شدی و از این به بعد میتونی تاریخ‌ها رو به درستی بیان کنی. اگر این ویدیو برات مفید بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.